اگر مشکل شونه دارید و بهتون گفتن دیسک گردن دارین، حتما این نکات رو دقت کنید. آقا بدون هیچ چونه چرایی کسایی که درگیری دیسک گردن دارن و بهشون گفتن گردنتون دیسک داره، به این نکته دقت کنید. حتما کسی که دیسک گردن داره درگیری مفصل شانه هم داره. حتی اگر بیاد نگاه کنه به قبل میبینه که اول از دردهای شونه شروع شده. حالا برای اینکه مطمئن بشیم این مسئله مربوط به گردن یا مربوط به دسته، یه تست خیلی ساده رو توضیح میدیم. ما بر فرض این که منشأ گردن است، پس باید اگه منشأ گردن باشه، پس باید آقای دلدار ما با حرکات سرش گزارش درد بده. آقای دلدار سرت بالا پایین میکنی دردت زیاد و کم میشه؟ خیلی. ببین خیلی جالبه. باز برای اینکه قطعی تستش کنین، اگه جایی هستین 10 بار پایین 10 بار عقب چپ راست. اگر دردشون تشدید شد خب میگیم مربوط به شونه است، این بهش میگن اسکن خیلی سریع. حالا مرحله بعدی میایم مفصل بعدی رو چک میکنیم، مفصل شونه. میایم یه معاینه دو طرفه انجام میدیم. یادتون باشه به هیچ وجه به درد خود بیمار اعتماد نکنید. چرا؟ چون بیمار ممکنه اشتباه کنه. اما برای اینکه قطعی تشخیص بدیم یه معاینه دو طرفه انجام میدیم. آقا همین تاندون رو توی سمت مقابل بررسی می‌کنیم. ای دلدار کدوم دردش بیشتره؟ آقای دلدار بچرخین. نگاه یک تاندونم تو پشتشونه، باز دو طرفه لمس میکنم. این بیشتر یا این؟ بله. حالا برای که راحت‌تر داشته شما اگه تاندون رو پیدا نمی‌کنین کار نداره. آقا بیاین دامنه حرکت دست رو بررسی کنید. آقای دلدار این دست بیشتر میره به پشت یا این؟ هر دو رو برین پشت. این از پشت بگیرین. خب نگاه این دست با درد داره هم. بله. اینه. تو لباس پوشیدن هم درد دارین، درسته؟ بله. حالا یکی دیگه قطعی تستش کنه. نگاه کنید این دست سالم بده من. نگاه تقریبا سالم. نگاه کنید انقدر حرکت کرد بدون اینکه بیمار تغییر کنه. ولی نگاه کنید گیره دیگه. الان درد داره. این میشه یه معاینه ساده ایشونه. آقا اگه مشکل داریم به جای که این همه ام آر آی و سی تی اسکن و فلان بدین و با تشخیص دیسک خودتون ببریم به سمت جراحی، حتما یه نگاه باید به شونتون انجام بشه. این بیمار الان جلسه چندم توی دلدار؟ درداتون نسبت به چند شب پیش چجوریه؟ بهتره. باید اگر درست پیش بره شما ماساژ کنید به دردای شبانه که علائم اصلی اولیه شونه درده که حتما هم دارن بیمارا، دردای اولیه‌اش با تو 5 جلسه اولیه کاهش پیدا کنه.